سلام، امیدوارم عالی باشید. من محمد جواد موسوی دوست در خدمتتونم با یه قسمت دیگه از آموزش پلاگین پارتیکولار. تو قسمت قبلی تایپ پونت رو خدمتتون توضیح دادم. من یه بار دیگه اون گزینه‌ها رو توی پنجره دیزاینر براتون توضیح میدم که هم با پنجره دیزاینر بیشتر آشنا بشیم و هم یه یادآوری بشه. ما گفتیم تو پنل دیزاینر ما عرضم به حضورتون که تمام گزینه‌ها رو به صورت بصری داریم. اینجا تایپ‌های امیتر رو داشتیم که ما پوینت رو توضیح دادیم، گفتیم که از یک نقطه تولید میشه و به اطراف پخش میشه. نوع رفتارش این که دائما این تولید اه، شکل بگیره یا به صورت انفجاری باشه، یعنی یک بار تولید بشه و بعد از اون دیگه همه چی تموم بشه. یا اینکه به صورت امیتر اسپید باشه که گفتیم حتما بعد امیترمون حرکت داشته باشه، یا داینامیک که گفتم برای فیزیکه، حالا مثل همین امیتر سایز میمونه ولی تو مسائل فیزیکی، و کلاسیک هم که میاد همون ارزم به حضورتون که ذره رو براتون رو همون حالت اولیه تولید میکنه و نگه میداره. اینجا نال میتونستیم بهش معرفی بکنیم یا یک لایه رو به عنوان نال بهش معرفی بکنیم. توی موشن هم دایرکشنال داشتیم که گفتیم دایرکشنال به یک سمت به خصوصی که از اینجا میتونیم زاویهش رو مشخص بکنیم به اون سمت پخش میکنه، و اگر روی بی دایرکشنال باشه به دو طرف میره، و حالت دیسک رو هم که توضیح دادم. اینجا ولاسیتی ها رو داشتیم که گفتیم هر چقدر ولاسیتی بیشتر باشه، ذره تو طول عمرش مسافت بیشتری رو میتونه بره. رندوم رو گفتیم و توضیح دادیم که امیتر موشن میاد این رو مشخص میکنه که توی تغییر زاویه ها، تغییر مسیرها، پارتیکل هایی که قبلا تولید شدن چه رفتاری داشته باشن. و این هم نمودار ولاسیتی اوور لایف بود که توضیحاتش رو خدمتتون دادم و گفتم هر ذره تو طول عمرش میتونه سرعت متفاوتی داشته باشه. من اینها رو ریست میکنم. توی این قسمت حالا میخوایم بریم سراغ پنجره گزینه باکس، یعنی تایپ باکس. با انتخاب گزینه باکس می‌بینید که حالا ذرات ما توی یک باکس، توی یک جعبه درست میشن. من این ولاسیتی ها رو صفر میکنم تا هیچ پخش شدگی نداشته باشیم و این تعداد پارتیکل ها رو هم میذارم روی 500 که زیاد بشه. حالا اگر من این رو بچرخونم میبینید که ذرات توی یه باکس انگار تولید شدن. من اینجا میذارم روی 5000 که ذراتمون بیشتر بشه. میبینید ذرات توی یک جعبه و یک مکعب ساخته میشه. حالت اسپیر هم همینه، فقط با این تفاوت که حالا ما یک ارزم بزرگتون که کره داریم. میبینید من اینو میچرخونم، یک کره داریم که ذرات توی این کره دارن تولید میشن و اگر یکم ولاسیتی داشته باشه توی همین کره، بر محور همین کره، این پخش شدگی رو ما داریم. این رو برمیگردونم روی باکس. حالا ما از امیتر سایز میتونیم اندازه این باکس رو مشخص بکنیم. من ولاسیتی رو با 0 میکنم. اینجا همه محورها با هم 500 پیکسل هستش. من میتونم این رو بذارم روی 200. ببینید کوچیک‌تر میشه. حالا میتونم این رو بزرگتر بکنم، بذارم روی 1000 تا. باکس من بزرگتر میشه. این سایز توی همه جهات اون ارزم حضورتون که تاثیرش رو میذاره. من میتونم محورها رو اینجا از توی امیتر سایز جدا بکنم. اینجا هم قفله. میتونم بذارم روی گزینه ایندیویژوال و که هر محور رو حالا جداگونه میتونیم بدیم. مثلا من میگم توی محور وای میخوام به 900 برسه.
این حالا مکعب من مکعب مستطیل میشه و کشیده تر میشه. میگیم تو محور Z میخوام بشه 800 تا. تو محور Z هم حالا اون تغییر رو تو محور X هم اون تغییر رو داریم. توی اسفیر هم همینطوره. ما میتونیم اینجا یک حالت ارزان بزرگی که بیزی رو درست بکنیم به این شکل. این کره ما دیگه البته الان چون زدش تغییر کرده به صورت یک دیسک حالا قرصی میشه گفت شکل گرفته. من میتونم بگم آقا از محور زد من میخوام فقط 100 تا باشه. این باریکتر میشه. یعنی باریکتر میشه اسپیر و یه حالت یک دیسک رو گرفته و میخوام که تو محور زد باز بیشتر، تو محور X باز بیشتر باشه. میبینید به این شکل. توی باکس هم باز دوباره ما همین حالت رو داریم. من این رو میذارم روی این و ریست میکنم که همون 500 باشه. خب توی باکس و اسفیر ما دیستریبیوشن رو هم داریم. دیستریبیوشن میگه که ذرات به صورت گرید بندی شده تولید بشن. من این عددش رو کمتر میکنم میذارم روی 20 و گرید رو میزنم. همونجوری که میبینید ذرات حالا توی ردیف هایی که ما اینجا مشخص میکنیم به صورت منظم ارزان بزرگ که تولید شدن. من الان تو محور X 10 تا، تو محور Y 10 تا و تو محور Z 3 تا دارم. یعنی 10 و 3 تا. حالا این 3 تا میخوام بشه 5 تا. این رو میکنم 5 تا. اینجا توی 5 ردیف حالا ذرات رو داریم. یا اینکه میخوام این 5 تا تو محور Z و تو محور X و 5 تا هم تو محور Y باشه. این شکل تو هر محور ما الان 5 تا داریم. خب حالا ما یه سری سیکونس تایپ میتونیم اینجا مشخص بکنیم. این الان اگر پلی بکنم رو حالت عادی یک بار توی این گرید ذرات تولید میشن، 3 ثانیه هستن و بعد از 3 ثانیه عمرشون تمام میشه و میره. این رو حالت ارزم بزرگتون که اولی که حالت بیسش هست به این شکل هستش. اگر من یک ولاسیتی کوچیکی به کار بدم، حالا شما حالت انفجاری رو دارید این من این رو روی یک هم بذارم که باز تو محور زد هم پخش نداشته باشیم. یه ذره تعدادش رو بیشتر میکنم میذارم روی 100 تا. حالا ببین یه ذره من میرم جلو ببین. خب حالت اول حالت انفجاری هست. یعنی هر کدوم از این نقطه ها، هر کدوم از این گریت ها تبدیل به یک پوینت میشن و به این صورت پخش میشن به اطراف. حالت دوم حالت ترورس هست که میاد ذرات رو به ترتیب، من ولاسیتی رو دوباره صفر میکنم که راحت تر ببینیم. ذرات رو به ترتیب از بالا شروع میکنه به تولید تا میرسه به این پایین. ببینید من حتی یک فریم برم جلو. ببین از بالا از اینجا ذرات تولید میشن و میاد تا پایین میرسه به آخر. حالت ترورس این حالت رو برای ما درست میکنه. من تو محور X میکنم 20 تا، اینجا هم 20 تا. حالا پلی کنیم ببین از بالا از این ور ذرات تولید میشن میان پایین و 3 ثانیهشون که تمام میشه از بین میرن و دوباره ساخته میشن. این رو یادا بلندترش میکنم.
حالا ببینیم یک بار تولید میشن، عمر 3 ثانیه‌شون تمام میشه، دوباره از اول این حالت ساخته میشه. خب حالت Z تراورس هم که مثل همون تراورس میمونه ولی تو محور Z هستش. من اینو می‌ذارم رو Z تراورس، توی محور Z تعداد میکنم 50 تا. دوربین رو میبرم از سمت چپ به کار نگاه میکنیم و اگر من پلی بکنم یک ردیف کامل رو درست میکنه و همینجور به ترتیب میاد تا پایین. به صورت محوری کار میکنه توی محور Z. خب اینجا دیگه گزینه‌ای نمیمونه برای توضیح. تو حالت اسپیر هم ما این حالتهای گرید رو داریم که توی پوزیشن ها و تنظیمات مختلف میتونه کار قشنگی برامون درست بکنه. این حالت اسپیرش هست که حالا اگر یه مقدار کوچولو ولاسیتی هم داشته باشه به این شکل تولید میشه و حالا یه مقداری پخش میشه و ذرات به هم دیگه قاطی میشه. حتی عمر ذرات من خیلی کمه که حالا من تو بخش پارتیکل میتونم این رو زیادترش بکنم اینجا. خب این کلیت توضیحات حالت باکس و اسفیر هست. تقریبا پرکاربردن این دوتا مخصوصا باکس و حالا تو کارهای جلوتر ازش استفاده میکنیم و باهاش بیشتر آشنا میشیم. موفق باشید.